فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال بعدی ایشون آقای اسماعیل از تهران این بود که خواندن نماز برای زن در اماکن عمومی و حتی در راه که کنار خیابان نماز بخونن این چه حکمی داره؟ از نظر شرعی این نماز رو خداوند متعالی که وقت تعیین شده و مشخصی هست که این وقت کاملا مشخص است در آیات قرآن کریم و در روایاتی که از رسول الله و از ائمه در این زمینه نقل شده. این در واقع این وقت نماز، هر وقت نمازی کاملا جداگانه آغاز وقت نماز، پایان وقت نماز کاملا مشخص شده و ما مکلف هستیم، بر ما فرض هست که نماز رو در همون وقتی که تعیین شده بخونیم، چه مرد باشه چه زن باشه، چه در اماکن عمومی باشد چه در اماکن غیر عمومی باشد. منتها زن باید سعی بکنه در جایی که در معرض دید نباشد، در جایی که خلوت‌تر هست این نماز را بخونن و بالفرض اگر به صورت کلی امکان هم نداشته باشه که زن به اصطلاح از این اماکن عمومی خارج بشود و وقت نماز فرا رسیده باشد، باید نمازش رو سر وقت بخواند ولو اینکه در یک اماکن عمومی باشه، یک جای خلوت‌تر یک گوشه رو پیدا بکنن و نماز خودشون رو با سر وقت بخونن.